سلام کن بیارش خونه. لا 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 لا. یه روز یه آقا خرگوشه رسید به یه بچه موشه. موشه دوید تو سوراخ، خرگوشه گفت آخ. وایسا وایسا کارت دارم، من خرگوشه بیازارم. بیا از سوراخت بیرون، نمیخوای مهمون. موشه یواش اومد بیرون، یه نگاهی کرد به مهمون. دید که گوشاش درازه، دهنش بازه. شاید میخواد بخورتم یا با خودش ببرتم. پس میرم پیش مامانم، آنجا میمانم. مادر موشه عاقل بود، زنی باهوش و کامل بود. یه نگاهی کرد به خرگوش، گفت به بچه موش. نترس جونم، اون مهمونه.